به امپاور مایگرا خوش آمدید. اینجا درباره مطالعات مهاجرت صحبت می‌کنیم بدون حاشیه روی. در هر برنامه ما یک سوال ساده می‌پرسیم. در واقع چه چیزی حقیقت دارد و چه چیزی فقط مدام ادعا می‌شود؟ دقیقاً. و امروز هم. خب ببین، هدف ما تو این برنامه اینه که از بین این همه اطلاعات و آمارهایی که هر روز میشنویم، اون حقایق پنهان رو بکشیم بیرون. قرارم نیست با اصطلاحات عجیب و غریب سرت رو درد بیاریم. تویی که داری گوش میدی فقط قراره اصل مطلب رو بشنویم. خیلی خب، بیاید این موضوع رو باز کنیم. آره، امروز قرار است به سراغ یکی از اون باورهایی بریم که خیلی تو جوامع میزبان ریشه دوونده. راستش باوری که انقدر تو اخبار و از زبون سیاستمدارها تکرار شده که دیگه همه فکر میکنن یه قانون نانوشته است. ولی خب وقتی داده‌های علمی رو میذاریم وسط، یه دفعه میبینی که کل اون روایت غالب مثل یه برج مقوایی میریزه پایین. خب پس بیا اول یکم تصویرسازی کنیم. تویی که داری به این پادکست گوش میدی، برای چند لحظه خودت رو توی یه موقعیت کاملا متفاوت تصور کن. فرض کن سالها تو دانشگاه درس خوندی، یه مدرک خیلی معتبر داری، پر از تجربه‌ای. بعد حالا به هر دلیلی مهاجرت میکنی به یه کشور جدید. با کلی انگیزه و امید. آره، با کلی انگیزه میخوای نشون بدی که چه کارایی از دستت برمیاد، اما خب ماها و حتی سالها میگذره و تو حتی نمیتونی یه مصاحبه کاری تو حوزه تخصصی خودت پیدا کنی. حالا صادقانه بگو، تو اون لحظه که شب با خودت خلوت میکنی، فکر میکنی مشکل از خودت و کمکاری خودته، یا کم کم شروع میکنی به زیر سوال بردن سیستمی که توش گیر افتادی؟ میدونی این سوال اصلا شوخی بردار نیست. مستقیما هویت آدمو نشونه میگیره. وقتی کسی تمام عمرش رو با یه سری دستاورد تعریف کرده و یهو تو محیط جدید میبینه همه اون دستاوردها صفر شده، خب فروپاشی روانی خیلی محتمله. ببین، راستش این وضعیت مثل اینه که یه استاد بزرگ شطرنج رو بیارن بشونن پشت یه میز، بهش بگن خب حالا باید منچ بازی کنی. آره واقعا چه مثال خوبی. بعد تازه وقتی طرف نمیتونه یا نمیخواد منچ بازی کنه، بهش بگن ببین تو به اندازه کافی تلاش نمی‌کنی، مشکل از توئه. دقیقاً همینه. و خب این فقط یه داستان خیالی نیست، واقعیت روزمره خیلی از آدم هست. ما تو جوامع مدرن خیلی روی این ایده‌ای که شایسته سالاری به طور مطلق وجود داره تعصب داریم. فکر می‌کنیم بازار کار یه ترازوی خیلی دقیقه. یعنی اگر مهارت داری حتما کار پیدا می‌کنی. آره، و نتیجه گیری ترسناکش اینه که اگر کار پیدا نکردی پس حتما مهارت نداری یا تنبلی. و خب این ما رو میرسونه به همون روایت خیلی رایجی که امروز قراره کالبد شکافیش کنیم. ادعایی که مدام تو گوشمون میخونن، این که مهاجران خودشون مقصرن که شغل خوبی ندارن، میگن اونا عملکرد ضعیفی دارن و اصلا برای ادغام شدن تو جامعه تلاشی نمیکنن. آنچه اینجا بسیار جذاب است اینه که این روایت تقصیر رو 100% میندازه گردن خود فرد. سیستم رو کاملا بیگناه جلوه میده. اما خب چه میشود اگر این ادعا کاملا اشتباه باشد؟ و اینجاست که میرسیم به اون پژوهش معروفی که امروز قراره دربارش حرف بزنیم. پژوهشی که سال 2002 توسط زابین گروبر و هارالد روسلر انجام شده. راستش اسم مقاله خودش یه دنیا حرف داره. بسیار متخصص اما بیکار. دقیقاً. و این مطالعه روی یه گروه خیلی خاص تمرکز داره. گروهی که تو آلمان بهشون میگفتن پناهندگان سهمیه‌ای یهودی. اینا کسانی بودن که بعد از فروپاشی شوروی وارد ایالت نوردراین وستفالن، مخصوصاً شهرهای دورتموند و دوسلدورف شدن. خب قبل از اینکه بریم سراغ آمارا، باید یه چیزی رو روشن کنیم. این افراد برخلاف خیلی از پناهجوها که سالها درگیر دادگاه و اجازه کار هستن، از روز اول اقامت دائم داشتن. درسته؟ آره، نکته طلایی همینه. از نظر قانونی هیچ مانعی برای کار کردن نداشتن. پس اون بهانه همیشگی نداشتن ویزای کار اینجا اصلاً صدق نمیکنه. خب حالا بریم سراغ اون لحظه‌ای که من موقع خوندن این پژوهش واقعاً شاخ درآوردم. ببین، ما داریم درباره جمعیتی حرف میزنیم که بیش از 50% و تو بعضی مناطق حتی تا 75% تحصیلات عالی و آکادمیک داشتن. یعنی مهندس، پزشک، ریاضیدان؟ آره، دانشمند.
کارگر ساده نبودن، اما صبر کن، نرخ بیکاریشون چقدر بود؟ بین 60 تا 70%. این یعنی فاجعه. یه پارادوکس کامل. کشوری مثل آلمان که همیشه میگه نیروی متخصص کم داریم، یه دفعه میزبان یه ارتش از متخصص ها میشه، ولی 70%شون بیکار میمونن. خب آخه چرا؟ ببین، من میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. آلمان که دیوونه نیست تخصص رو پس بزنه. مگه به نیروی کار نیاز نداشت؟ چرا باید چشمش رو روی این همه استعداد ببنده؟ برای جواب به این سوال باید بریم تو دل بوروکراسی. مشکلی نبود که کسی با این افراد پدرکشتگی داشت. مشکل موانع سیستماتیک بود. ساختار آلمان تو اون دهها فقط به کارگران مهمان یا همون گاست آربایترها عادت کرده بود که برای کار فیزیکی می اومدن. سیستمی برای هضم یه فیزیکدان از مسکو نداشتن. پس یعنی نمیدونستن باشون چی کار کنن؟ دقیقاً. بیا موانع رو بررسی کنیم. مانع اول، عدم به رسمیت شناختن مدارک. یعنی چی؟ یعنی میگفتن مدرک دانشگاهی شوروی به درد نمیخوره؟ نه اینکه بگن به درد نمیخوره، مسئله اون قالبای خشک اداری بود. مثلا یه رشته‌ای تو شوروی بود به اسم تربیت معلم. طرف 5 سال درس خونده بود که معلم بشه. ولی سیستم آلمان میگفت ساختار آموزش معلم ما فرق داره. پس ما معادل مدرک شما رو نداریم. واو، یعنی به همین راحتی طرف با یه مهر روی کاغذ از یه آدم تحصیل کرده تبدیل میشد به یه فرد بدون تخصص. آره، دقیقاً همون مثال شطرنج و منج که زدی. خب باشه، تربیت معلم رو شاید بشه گفت سیستم ها فرق داره. اما مهندسی که دیگه زبان جهانیه. ریاضی تو مسکو و برلین که فرقی نداره. مهندسا رو چرا جذب نکردن؟ اینجا مانع دوم خودش رو نشون میده. دوره‌های زبان به شدت ناکارآمد. ببین، تو برای کار تخصصی تو آلمان باید آلمانی بلد باشی، درسته؟ خب آره، 100%. ولی اداره کار چی کار میکرد؟ یه مهندس متخصص رو میفرستاد توی کلاس زبانی که هیچ تفکیکی از نظر سطح تحصیلات توش نبود. یعنی مهندس مینشست کنار کسی که شاید اصلاً سواد آکادمیک نداشت. خب معلومه که این دوره برای اون مهندس کند، خسته کننده و بیفایده است. هیچ آموزش زبان تخصصی برای ورود به بازار کار حرفه‌ای در کار نبود. خب چرا خودشون نرفتن یه کلاس زبان خصوصی؟ اینا که آدمای باهوشی بودن. سوال خوبیه و این ما رو میرسونه به مانع سوم که شاید بیرحمانه ترین مانع بود. موانع ساختاری و قانونی. قانونی بود به اسم قانون رفاه اجتماعی یا همون بسهاگ. شعارش چی بود؟ کار به جای کمک هزینه اجتماعی. خب راستش میدونی روی کاغذ این شعار خیلی هم منطقی به نظر میاد. وقتی دولت داره خرج زندگیت رو میده، منطقیه که بگه برو یه کار ساده انجام بده تا روی پای خودت بایستی. چرا این یه مانعه؟ ببین، در نگاه اول آره، منطقیه. ولی تو عمل چی میشد؟ این قانون متخصصا رو مجبور میکرد که فوراً هر شغل سطح پایینی رو قبول کنن. مثلا کارگر انبار. اگر رد میکردن، پولشون قطع میشد. اوه، چه اینطور؟ حالا فکر کن یه مهندس روزی 8 تا 10 ساعت تو انبار جعبه جابجا کنه. آیا شب که خسته و کوفته میرسه خونه، دیگه انرژی یا تمرکزی داره که بشینه زبان تخصصی بخونه یا بره تو مصاحبه‌های تخصصی شرکت کنه؟ اصلاً وقت نمیکنه. پس در واقع سیستم به جای اینکه بهشون بال بده پرواز کنن، اونا رو تو تله مشاغل کم درآمد حبس میکرد. پس این همه یعنی چه؟ اگر سیستم مدام ادعا میکنه که مهارت و تخصص تعیین کننده است، چرا اینجا تخصص افراد رو کامل نادیده گرفتن؟ اصلا چرا ایده مقصر بودن خود مهاجران اینقدر سرسختانه تو جامعه باقی مونده؟ این وسط کی را سود میبره؟ اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که مقصر دونستن مهاجران برای نهادهای دولتی یه راه فرار فوق‌العاده است. یه جور سپر بلا. دقیقاً. وقتی سیستم مهاجر رو مقصر میدونه، دیگه نیازی نیست خودش رو اصلاح کنه. دیگه نیازی نیست بره مشاوران کاریابی رو آموزش بده یا بین نهادهای مختلف هماهنگی ایجاد کنه. راحت میگه طرف خودش تنبل بود. خیلی جالبه. راستش تو متنی که میخوندیم داستان اون آقای او رو یادته؟ همون معلم ریاضی و انفرماتیک. وقتی داستانش رو خوندم واقعا اعصابم خورد شد.
آره، یه مثال بی‌نظیر از همین کوری بوروکراتیک. ببین طرف باهوش بود. فهمید بازار آلمان به برنامه نویسای سیستم SAP یا همون SAP نیاز داره. رفت به اداره سوسیال گفت لطفاً هزینه این دوره رو برام بدید تا من برم برنامه نویس بشم و اداره مخالفت کرد. فقط به خاطر اینکه میخواستن سریعاً از لیست کمک هزینه ها خطش بزنن و بفرستنش سر یه کارگری ساده. آره، کوته‌بینی مطلق. به جای اینکه روی آیندهش سرمایه گذاری کنن تا فردا مالیات خوبی بده، میخواستن همین ماه اول از سر خودشون بازش کنن. و خنده‌دارتر یا شایدم گریه‌دارتر این بود که در نهایت چطوری تونست بره تو اون دوره. به خاطر استعدادش نبود، به خاطر این بود که یه وکیل پیدا کرد که از قضا پدرزن یکی از کارمندای همون آموزشگاه بود. یعنی کلاً با پارتی بازی و دور زدن سیستم به حقش رسید. و اون مهندس عمران رو چی میگی؟ همونی که 15 سال سابقه مدیریت پروژه‌های بزرگ داشت. آخ. آره، بگو این رو برای شنونده ها، خیلی جالبه. خب، این مهندس عمران میخواست بره توی یه دوره مدیریت ساختساز شرکت کنه تا با استانداردهای آلمان آشنا بشه. کارمند اداره کار درخواستش رو رد کرد. میدونی چرا؟ به خاطر یک کلمه. آره، چون تو ترجمه رسمیش از روسی به آلمانی عنوان مدرکش مهندس راه آهن نوشته شده بود. کارمند اصلا به 15 سال تجربهش نگاه نکرد. گفت تو مهندس راه آهنی، دوره ساختمان به تو تعلق نمیگیره. چقدر مسخره. خب بعدش چی شد؟ طرف تسلیم نشد. خودش رفت کتابخونه، کلی آمار رسمی از نرخ بیکاری مهندسان راه آهن و عمران در آورد. نمودار کشید. رفت پیش رئیس اون کارمند و با آمار ثابت کرد که آقا بازار کار به مهندس ساختمان بیشتر نیاز داره. در نهایت رئیس کم آورد و قبول کرد. یعنی مهاجر بیچاره برای اینکه ثابت کنه حقش پیشرفت کنه باید کار پژوهشی خود اداره کار رو انجام بده؟ خب، میدونی وقتی به این چیزا فکر میکنم، همیشه وقتی حرف از ادغام یا همون انتگراسیون میشه، انگار همه انتظار دارن این یه مسیر یک طرفه باشه. یعنی مهاجر باید تمام تلاشش رو بکنه و جامعه میزبان فقط بشینه نگاه کنه و نمره بده. اتفاقاً این مطالعه به وضوح نشون میده که ادغام اصلاً یه تلاش کاملا فردی نیست. این مهاجران به هیچ وجه آدمهای منفعل و تنبلی نبودن. وقتی دیدن سیستم دولتی جواب نمیده، خودشون شبکه‌های خودیاری راه انداختن. آره، مثل همون پروژه نادژدا. دقیقاً، کلمه‌ای که تو روسی یعنی امید. این بخشش برای من خیلی الهام بخش بود. پزشکا، مهندسا، معلما وقتی دیدن نمیتونن تو رشته خودشون کار کنن، غرورشون رو گذاشتن کنار، رفتن فضای اجاره کردن و برای خودشون دوره‌های بازآموزی گذاشتن. حتی حاضر شدن برن به عنوان مددکار تو کارگاه‌های معلولین کار کنن. سطحی خیلی پایین‌تر از تخصصشون. آره، فقط به خاطر اینکه به شدت مشتاق بودن کار کنن و تو جامعه جدید مفید باشن. اینا اصلا منفعل نبودن. و این همون نتیجه گیری ساختاری ماست. ادغام به شدت به ساختارها بستگی داره. نهادهای میزبان مثل یه سد راه این پتانسیل عظیم رو مسدود کردن، فقط به خاطر بی‌برنامگی و عدم هماهنگی. پس تویی که داری گوش میدی به این فکر کن، اگر حتی با انگیزه ترین آدم ها با بالاترین مدارک تحصیلی هم تو این مسیر شکست میخورن، آیا واقعا ایراد از اونهاست؟ یا اینکه ما داریم روی یه مشکل عمیق ساختاری سرپوش میذاریم و ظاهرش رو با کلماتی مثل ادغام و شایسته سالاری زیبا جلوه میدیم؟ این موضوع یک سوال مهم را به وجود میارد. یه فکری که میخوام شنونده ها باش درگیر بشن. برای لحظه به محیط کار خودت یا صنعتی که توش هستی فکر کن. چقدر استعداد، چقدر توانمندی از آدمای متفاوت یا به قول معروف خارجی ها اون بیرون داره هدر میره؟ و چرا؟ صرفاً به این دلیل که مسیر رزومه‌شون با اون قالبای خشک و استاندارد محلی شما همخوانی نداره. شاید بحران واقعی ناتوانی مهاجران تو انطباق پذیری نباشه. بحران اصلی انعطاف ناپذیری نهادهای ماست که نمیتونن تخصصهای غیر متعارف رو بشناسن و ازشون استفاده کنن. یادتون باشه دانشی که استفاده نشه هیچ ارزشی نداره. واقعاً همینطوره. خیلی ممنون از این تحلیل دقیق. این قسمتی از Empower Migra بود. Empower Migra درک کردن با گوش دادن آغاز می شود.